سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. صبران نامی هستم. امروز قراره تو این ویدیو آماده شدن سالن جدیدم بهتون نشون بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید. با من همراه باشید. خب اینجا سالنشه که تصمیم دارم اینجا در ورودیه. تصمیم دارم که اینجا دوتا آینه بذارم اینجوری، یا آینه اینجا میذاریم. بعد اینم بهتون بگم کاغذ دیواری کلا قرار عوض بشه. بعد این رو تصمیم دارم که سرشو رو اینجا بذارم. بعد اینجا احتمالا یه مبلی اینجا باشه. بعد اینجا هم دوستان یه پارتیشن بذارم که این قسمت با این قسمت جدا بشه. بعد این ور اینجا رو میخوام بکنم اسموک روم. چرا روشن کنیم؟ اینجا رو میخوام بکنم اسموک روم، یعنی اصلا اینجا مبل بذارم، اینجا کافی و چایی و نوشیدنی و اینجور چیزا بذارم. حالا باز کامل دقیق نمیدونم، باید فکر کنم. کاغذ دیواریش خیلی خزه. اینجا این اتاق رو میخوام کنم اتاق تعطو. ببینیم چجوری در میاد. من میدونم میگیری آجی اینو بیا ببن داره روانی میکنه. ها خرم فاک بایستا دیگه. مش قبلا هندونه این توش بگم مسئله بیا آریا میخوام با صحنه بم ریختگی مغازه مواجه بشیم. ریاکشن نداری؟ چه میکنی؟ اتفاق خاصی افتاده چه داشت دارم ویدیو میگیرم گفتم و اتمام فعالیت نانستای یادش آینه دیدیم نیست. چجوری داشت کار میکنه جان. خب امشب اومدیم کاغذ دیواری ها رو کندیم، کف زمین رو بگیریم. الان بچه ها رفتن یه سری رسایل بگیرن، یه ذره گشنم فعلا ترکیده این. این مدت رو نشد ویدیو بگیرن، سر و وضع اونه مان مدیار حسن باش. 3 طبقه رو اومدیم بالا، بعد وسایل هم آوردیم اینجا و ترکیدیم و بعد در ادامه براتون میگیرم. اومد خب بعد چی میخواستم بگم یادم رفت، میزنم بعدا. همین پشت وانتی رو گفتم بگم که پسر جذابی. همین پشت وانتی گفتم خفه شدم حرف میزنم. پشت وانتی خواستم تشکر کنم از کسایی که کمکم کردن و رفیقا کجا بودین؟ آره شد. ما هنوز در ادامه همون روزی هستیم که داشته وسایل رو می‌آوردیم بالا. بچه‌ها رسیدن خدا رو شکر. در این کاغذ دیواری ها رو می‌کنیم. خب اینجا رو به این مرحله رسیدیم. کاغذ دیواری تکمیل شد. نور پردازی هم تکمیل شد. آینه ها رو بزنیم. مدیر
و مؤسس نامی ساید هستم. همه آدم های بزرگ از اینجا به جای بزرگ دست چی؟ سلام. من چه وقت اصلاح کردم؟ چرا؟ سلام بینی. خسته نباش. پروژه سنگینی بود. چه سالونی زدم، خدایی چه سالونی زدم. یه سالان یه مدل خوب مثل من بدست. اینم از تموم شدن سالن. چقدر هدفم نزدیکم میرم جلو، کفتار خندیدن رو به رومه. هر روز یه تصمیم واسه برد بلدم، هر نوع جنگیدن و انگیزم انقدر بالاست که باید با تریلی حملش کنم. از جنس طلا ساختم خودم و ولی مسی هم حملش شدم. بگو بیان جمعم کنن که فکرم بلند، قدم کوتاه ولی دستم تو. البته یه سری فیزیکالی مونده، مثلا این پشت باید نمون بخوره، یه ساعت پاک بخوره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره. خیلی مخلصیم.